پوشاک چی کردی؟ پوشاک سیاه را که از ما برده بودی. پیشک؟ ها ما پیشک نبردیم است. نه گفتی در خانم موش زیاد شده پوشاک بده باز پدرم پوشاک داده بودید گفتی یک هفته بعد میارم. حالا 3 هفته شد لالا جان. ما بچه کربلایی استم نشناختی؟ نه خوب سعی که تو مرا نشناخت. نه خب پوشاک چی کردی لالا جان؟ پیشک چی؟ پوشاک سیاه را که گفتی موش در خانه ما زیاد پیسه را میخوره گفتی پیرانتنبان آرسی ما خورده. ما نیستیم ملت. ها؟ ما نبودیم. نه پوشاک مرا گم نکرده باشی کس را نداده باشی که در جنجال میمونی. ما بچه حاجی صاحب هستم در دکان که پوشاک تسلیمت کرد. نه ما نبردیم. کجا ماندی پوشاک کی را دادی؟ ما پیشک است. تو نبردیم ما برادر. از پدرم بردی من خود نبودم. بیا بر جان تو ما که به انسانیت گپ میزنم. در خانه تان چند تا موش بود؟ خانه تان موش داشت یا نه؟ موش نداره یگان دانه داره که ما قبقو میشنیم. در قبقو نشد خودت گفتی که نتوانستم گفتی پوشاک تعلیمی تان بده کمی موشای ما را بگیره. چند تا موش براتان گرفت؟ نه برادر اشتباه کرد. اگر موش صحیح نگرفته که خانه بیایره خوب یک لط کنیم که نه یگان دیگر یک جای دیگه ما او کارا نمیکنیم که مال کس نمیبریم نه. امانت برده بودی خیر است حالا من میگم کار تو شده باشه موشا را گرفته باشه هم پوشاکه که پس تسلیم ما کن.